این کودکاشون میبینن عبرت میگیرن. میگم نه کلونی ما وای کردیم ما هم زوری میکنن بعد وای میکنن. خیلی پیشی را گرفتن در کارخیر. این مسئولین همون آدمایی که وای کردگیان وظیفه دارن اساس میگن. برای این کارا تفتیش رو برن. میگیرن کرسی را میگیرن میشینن وای کردن. اما وقت نظارت کنن. خیلی با نر فریستانی هم با زندگی پیش نمیره. کار قینای. باز مثلا دوم هم چی بسیاره کار خونه کمای. برای من خیلی بفرستانه که نه فرزندی من در روسیه. همونجا در شوهر دارن من جرا کار که داخل شد خانه همونجا شوهر کرده. خیلی ایروش به شرایطی میفرستانن. تو همین شرایط اگر مهیا باشه نمیروند. ترس هر روز در چون پیدا میشه مثلا میترسن دیگه فرزندشون روی کنن با مکتب. راستی گپ او ویدیو را دیدم خیلی زیق شدم برای سر اونا دکی جای باشن نباشن تاجیک خود دیگه میبینی زیق میشه هموطنی خطا. سببش در همیه که مقصد ما هم خوبی میکنیم با مردمی روز هم پیشروی میکنیم قچی میکنیم که ما را حرمت ایزا کنن قچی کنن که ما را دوست نمیدونن ما را هم خیلی مقصد ناتسیستی میکنن آدمای ما را نصف میکنن مقصد برای این میبریم. شخصا در همونجا انا 5 سال کار کردگی فعالیت کردگی انا بسیارتر مهاجرای مهنتی را علاوه خصوص چه بگیم ما را همون چیزامونا فرزندای ما را میخوندن در همونجا مثلا ای سبب گراژانس و نبودنمون 2 سال کم گرفتنش 2 سال پس گرفتنش با بسیارتر در راه روی هم که اهمیت میتی انا مقصد نینویدید میکنن. این برمیگرده یک مسئله تاریخیه، یعنی شما فقط تحت مسئله ریسیسم نیستید توی روسیه، کلا حتی ایرانیایی هم که اونجا هستن بعضا این مشکل براشون پیش میاد. من دوست توی سن پترزبورگ داشتم، توی مسکو داشتم، این مورد هست. خب ولی چجوری میشه برطرفش کرد؟ اینکه وقتی همچین اتفاقی میفته امبسی شما توی روسیه، دولت شما به شدت باید پیگیر باشه. اون بچه روس هم گناهکار نیست. اون سیستمی که توی خانواده‌اش داره اونو یه برتربینی بهش میده باعث میشه که فکر کنه که یه حس برتری داره. کودک اکو گناه نداشت واپشه گناه نداشت هم خیلی تاجیک بود تمام. بهترش همیه که جای کاری معین جای کاری بهترین تشکیل کنن بسیارتر مهاجران نروند. همین خدمت گفتم بیان همینجا در کار کنن آباد کنن وطنشون.